آی نمازی شوم غریبی رو به من کرد، الله دلم جولان زد و یاد وطن کرد. وی نفهمیدم پدر بود یا برادر، خدا یادش کنه هر کی یاد مار کرد. نمیدانم چی بد کردم به مردم، کل عالم رضاست من رنگ زردم. وی به خاطر تو نازنین نباشه، بزی شهر دیوار من چی میگردم. دختر روبروی منزل ما آفت شده بخون گیلک بخون تا ساعت تیر شه گیلک جو بچه خاله کام راسته کن خو دست کو بدی اول با من میام میشینم چی گپای خدا سال خود نداره. ها والله تو خیلی کار میکنی، از تو تا برشم کار میکنی دیگه، مگر 10 دقیقه به می سایه بغلطی گیلک تو می تو جای غلطی دی بمبال خال موچه و با من چی نمیگی که تو بیای بر بیو موچا کلگی مر بخور چه کو با بیلا تو اصلا نیلی لاجو دبزده هم یاد نداری موچه میگی، موچه میگم. بچه خاله با هر گپ مگر یک تبرقه بری آدم بگی الا کرد از این گپ خیره. پیار تو کجایم؟ کی؟ پیار تو کجایم میگم؟ پیار ما خدا بمی تا به نیم ساعت 20 دقیقه 35 20 دقیقه دیگه بدیدم به خیال کنه برستن تباخشه که چره نیلی لا همین تا کام کار دارم گیلده چره مثلا برفتون درو زمین جی من خونه می خاله مینو کجا؟ بشار براتون می جگاه خودی از اینا گپ زدم گفتم می دخترک شما اندازه می بچه منه میر بدیم می بچه مکجی بچه بعدیه گیلده کی؟ بچه مکجی بچه بعدیه بچه خوب یعنی بچه دست پر پا برای بچه کار کنه زحمت کشه پول پیدا کنه درسته خاله میگه نه من دختر من شهر من دختر خو میدم که تو بچه ببری بیشتر وقت کشی اندازه می بچه اصلا استاد که خوب به ساخته که سیمی که دیجه که دیشتر مال بری عادی گفتم بوست دیونمو خو نمیدم زرقی به بچه مه چی میگم شما بدیم شما بیاین به شهر بشی سنی که ما دختر خو بدیم دختر خو ما از شهر نمیدیم که شما باریم بده اون جگا بره تاشون نون پخته کنه و اون جگا آتش تنوری کنه و مثلا اون جگا بره پا دکدون بره گوا جمع کنه این جگا میگه تو گیرده میزنه بالا اجاقاست دک پخته میکنه. انا ما گفتم بیام پیش پیار تو خودی گپ زنم که یک دفعه بره پیش می خوش تو چی خودی از گپ زنه بگه همین بچه خوبیه یک کاری بکنه که بلکه می دختر خوب بده ببین بچه می گپ امر کو خاله ما قبول نکرد هر چی گفتم قبول نکرد دختر شهر به بچه دی نمیدم نه دختر ما میگم خار میشه دختر شهر به بچه دی نمیدم خب چیکار کنم ولی میگه گیلک تو با ما بگو یک راهی ما برم پیش پیار تو خودی گپ زنم اشته یار ما شاید کمیشن بستم چرا با کمیشن کاره یار ما خود مگم میزنه مگه سیری په بدون میشو کو خیر کرایه ور میدم مصرف ور میدم دیگه من نمیگم که خود خوبه من میگم من کرا مصرف ور میدم با موتر بشینه بره به شهر بره خود اینا گپ تارو ندیدی نه چون ندیدم نه با باغچه کنیا با باغچه بالا کنیا نه شاید برفته باشم سر زمینا دالمت کردیون تو زمین کما وردشتیم راستی میگی ما برم یک چهار ساعت سر زمینا دالمت کردیم چوب کتو بابا شاگوله انا با مردم بیاقل بعضو چرا ماما شاگول میگی با پیار خدا نگو بابا خدا کو سعی کو تو چوب کو بعضو با انا دور از سر ما و شما دور از سر مردم باشه بعض آدما بیاقلی میکنن چرا پیار ما اسم بگذاشتم حسن ماما حسن جسکله بابا حسن جسکله یار گیل اگر دو روز دگه میتا نباشه دگه اسمی انباری خواه گدیش بابا شاگله تو خیلی برو نمیگه گفتی با باغچه کی نه؟ چی؟
با باغچه کی؟ بابا نمی باغچه بردگه یارتان سر دل سر مغفری یار پیرتم خوشه که خدا به ما بچه داده. بچه یک وجه بی خود ما برای شهر زنده دختر شهر به ده میدم و بچه ده میدم. حیف می دختره که بیه به ترجیل ده با کجیری که به نسبت نونی نمیارزه. نه بابا من میگفتیم تا معامله لفاصل نکردی نیا آخه همی معامله به دست ده افتاد همی جمع شه باکم امید به خدای همی دختره که بدم با مدگه تا به کی دیگه نه همی امرو به سبا میشه سبا به پس سبا میشه این چه کار میشه مادر جو مادرم شما سی کنیم آخه اونا دلیلی به خود تیار کده این دلیلی نمیشه که اونا دختر شهر بده نده دیار چه کار شده پیشک زیر جان سایه اخی سر خود بردشته گپ میزنی خوبه نه خوبه هم پیار ملی کنی بابا همین معامله الله فصل دیگه دل ما که به خدا بشالی دل ما به سر آماده دیگه یعنی ببینیم چه کار میشه دیگه خوبه خدا حافظ بخیر باشی بابا سینا رمضان خدا باشه دیار هستی بخیری سلامتی چی جنجال داری خود مادر خود هیچی لالا رمضان ندیم قوم ما دختری دارم هم سنده سال منم قصد منه همین مادر من اینا برفتم به من خوشدونی کردم انولی اونا پا خوبه یکش کردن که ما دختر شهر بده نمیدیم چرا بده نمیدیم بده بیای گو جمع کنه گسپند جمع کنه مچون مجاق تنوره ای بیای خارزار میشه ما که هستیم چون اسود پلواریم زندگی ها مالی پیشرفت کرده ما دختر خون نمیدیم که بده بیای خارزار میشه همین معامله دختر شهر تا به حال تا به حالی همی که به دیسته جوتونو که خینا که قوم شما هم هستن خیلی بینید قوم مانه بابایی که بنا میگیره در دهنم بند باشه بیگونه میبینه بنا برای اکثر چیزانی نمیداد آخه ما کم ملک زمین داریم کم نام خدا سلالا گو داریم گسپند داریم پول داریم شکر خدا از هیچ کس کم نیست بیدی به رضای خدای آخه باز میته که من خبر دارم همون دختره بهم قطع قیافی تو بهم سنده سال تونه خیلی بینیم پس فیلم هم به کی بدم چی خبر اصلا یک چیز دیگه باید خوب پیر مداری رو بالش کنه دل سرخو کنه به خدا غیر از مدده رو اگه کسی بستونه یک چیز دیگه حال شهر و دی چی فرق میکنه همی برق همی نلو همی امکانات همی کولر یخچال همه چیزی که به می شهر به می دی هم هسته باور که ایت مال نیه ایت همی سودگی هایی که به می دی های خوب همی هسته مردم بعضی نمیفهمم همی آب و هوایی که به می دی های در دهن شما بعد به می شهر اولوده هسته که 24 ساعت دود و غبار و موترها و عموما و همه دود کرده آب و هوا شهر اولوده حالی چی فرق میکنه که دختر شهر به بچه دی ندم نمیفهم برای من خود اینا بپرسیم بگیم همی چی فرق میکنه بچه دی چه کار شده بابا با خدا بچه ها دلیه حالی تمام دیار میگم از بچه ها شهر خیلی بیتره 100 مراتب کارکشته تر و زحمت کشتره با پا هر رقم سختی بی بچه ها دی استادم ولی بچه ها شهر لالا رمضان امیت این نیم اما من یک بچه کاکای دارم در دهنم من امیت کمبلی نیه که میگی عبایی به شیر خوشکلون شده امیت چیزگی کمبل بیکاری ایتا با پا کوچکترین کاری ایتا دست پاک دراز میکنه که من نمیتونم خیره باشه که جی جانق زد تشویش نکو برارمه خدای پاک در خیری واکنه ما هم دعا میکنیم که بلکه امی دختر شهر رزی شه که امی بچه دیر بستونه آه دختر شهر بخی رزی نشه و مایم دیگه به همه بدم به کی مایم بدم خب دیگه بعد امی زد فکر کنم شما نمیدنیم خود اینا مگر فکر کنم خیره باشه خیلی جوش نزی تشویش نکو به قصی و نباش انشالله چی داره بدم ندم خدا یار اینا برم بخونی خوشیش تا نون بخورم نه به قصی و خیلی نیو آن میگه کم امی درختان سر میکنم و برون با گسپنده امی تو بیا زیر امی درختم بیا اینجی کجای ماما چه کار میکنه؟ امی گسپنده گوشنه بود سبستان و داده بود گفتم مانده نباشه جستا سر کنم و برون با گسپنده جان شما جاره خوب ایتیاریم سلامتیم اینجا خوبه قرار قراری با خدا ماما شاگل بیا مادم گفتم یک دکتر پنجه کنم مزاین شما باشم خوش آمدیم ماما شاگل همی دیر رفتن صدق من رفتم پیش همی خاله مروی مربر نده گفتم همی دختره عکس اندازه می بچه منه همی دختره خوب بده به بچه من
هرچند که پیشکش میگه سر صدا که ما آدم استاده و سرحال جو مشکل به پیشکش نیه، مشکل به پول نیه، فقط مشکل به اینه که شما که هستیم از دین، من که هستم از شهرم، من دختر خور بدی دادن نمیتونم به بچه دی. انو می بیام آدم به پیش شما رو مرکو برناوی شما گفتم اگر لطف کنیم بریم به پیش بلکه رو شما رو برداره. رولا جان یک عرف مابین مردم شده که دختر از دین میستونم میبرم به شهر، ولی دختر شهر به دین نمیدن. بازم مشکلی نیه، خود شما میرم. بابا شاگرد شما رو هم از کار بنداختم، فقط بیام آدم برای شما چند کلمه گپ بگم. من 2 دفعه 3 دفعه اینجا براتون پیش می خاله خو گفتم می دخترک خور بده به می بچه می گفت اکبرا را خور بگردم خورزاده خور بگردم خوب گپی میزنی. من دختر شهر نمیتونم به بچه دی بودم، بفهمیدین؟ شما از دین ما از شهر گزاری دختر و بدیا شما نمیشه. گفتم من بیام آدم به پیش شما رو مرکو ور ندیس، حالا که من بیام آدم به پیش شما آدم کلونی موسفید مانیم شو خاله مانیم شما بلکه بریم بلکه رو شما رو برداره. خب تو خوب گپی میگی، ولی من 100 دفعه بگی میرم، ولی فکر نکنم که به حرف من بکنه دختر خور بدی بده. چرا ماما شاگل به خاطر چی؟ برای که زحمت دی زیادتر از شهر کرده. حالا بدی که هست اونا دیخونی دارن، موز و مزدور دارن، هفته 2 دفعه 1 دفعه نون پزی دارن، چاش به چاش دیگ و کاسه دارن که به مزدورا نون ببره. زحمت دی زیادتره. درسته که دی مثلا حالا وقت باغ و باغات و بانجون و اینا چیزای میوه و میوه‌جات زیاده، منتها زحمت زیاد، نون پزی داره، رخشویی داره، خیلی زحمت. بازم که تو بچه خصوصی منی میرم، مشکلی نیه، من میرم پیش خصوصی. بریم سعی کنیم بلکه رو شما رو به زمین نندازه. پناه به خدا، پناه به خدا. بریم خودی و گپ زنیم. خوبه میرم. خدا بیشتر از این مزاحم شما نمیشم، شما هم کار داریم. وقت کار شما. خدا حافظ. خوش آمدید. ولی فکر نکنم، ولی همین نورالله بیامد به من میگه، ولی فکر نکنم که بعد من بکنه. این خوشنوکی ما که هست، این دخترها خود نازدونا مخته کرده، مثل دخترها ما نیه که برادر برد دو جمع کنه علف